بشه. همین بخش میگه مربوط کی میشه؟ روشیم. دیگه قبلا هم میفروختیم حساب سوپرمارکت مالای چی هست عموما کسی میاد خودشان میگیره دیگه با تو نقصه را اجرا نمیکنه بدون نقصه میتی خودشان میگیرن دیگه کس میایه ها تو کلش میپوشی تو میفهمی که این کدام ساید افکت داره کدام من هستم چی هست نه ایره که هست ایره ایره یا کسی که حمل داره او را میتی یا نمیتی نه ما خود نمیتیم خودشان میگیره خودش میگیره هر کس میگیره در کلش افغانستان مردمان کلش دکتر است نه کلش دکتر است میفهمه که بری ما بازی خطر میتونی چیز میگیریم این خودش کلش تو فکر میکنی هر کسی اینجا میاد دکتر است که دوا میگیری خودش دکتر داریم اکثریت هم خارجی ها میاد خودشان تو میخوانن میگیرن نه اینجا خود تو وقت با خارجان نمیپروشی علی کامرا چیک میکنم هر کس که میاد با انا میاد اینجا خوب زیاد خارجان نمیاد تو میپروشی از این چیز اکثریت هم دکتر صاحبا میگیرن خلاص میاد که ما ثبوت داشته باشه که ما اینجا یک خلاص هم آمده او را که درد شکم بوده ایرا تو بیروپین 600 دادم نه ما نمیتونیم خودشان میگیرن خودش میگیره خود سیست تو نمیتی یعنی ما میگیریم اینا پیسه تو سر پیسه میگیری بله مسئول اینجا ریسپشن تو هستی اوایت تو میگیری مالی مدیر تو هستی مدیر نیستم نه مدیر ما بیرون است میرفته زنگ زدیم مال میرسه تو اینجا چی کار میکنی اونجا بخش کانتر است کانتر خود سیست خامو است تو میگه ما سیست خود تو نمیگه که اینا بگیری یک دوا تو بگیری خودش میای اینجا از تو دوا میگیری تو پیسه میتی تو از اون میتی هری که ما میام اینا چند میتی ازش این سیستم درش است اینا تو بیا اینا سیستم اینا ثبت است تو بیا اینجا ای با چند میتی مالای دبی صحیح کم قیمت میگنی درم نشته شده 3700 3700 میتی بله از چند میتی یه 2150 یام از دبی میاد از یام از دبی میاد 2350 50 تو بیلش چیکو بیلش برما روانش کو یرا بلاو چیکو خو کی آوردی یرا کلش جمع میکنم سیس جور لیست کو زود که کتابچه را بیارم اونجا لیست میکنی تا پایش کو ما یرا میبریم سیس پرسان میکن می کی اینجا میاد کی را تو میپروشی با کدام اسناد تو میپروشی عزیز اینجا تو مارکت است دیگه اینجا دوا موندگی چیزایی هست که سپلیمنت است چیزایی هست که دوا دیست از مثل خارج جور کرده خو اونجا کسی میخره درست مواد خوراکی را مواد غذایی شما با خودش می‌ناسن بیشتر من باید دوست مصوبت میکردم روشون خارج در جهان پیشرفته در کشورهای درجه اول درجه دو در اونجا مروج هستن که اونا به این شکل در اونجا هم تنها ملتی ویتامین ها را اونا در سوپرمارکت ها با خودش می‌ناسن لیکن سطح آگاهی مردم در افغانستان بسیار زیاد پایین هستن که برکنه یک کشوری که شاید به صورت عموم 20 تا 30% ما با سواد داشته باشیم اکثریت افغانستان بیسواد هستن به این شکل اگر دواها را شما استفاده بکنین و اکثریت مردمی که در اینجا میان مطمئنا همشان از سواد و کافی در بخش دوا اونا برخوردار نیستن اگر به شکل خودسر و صرف شما مثل دیگه مواد غذایی را که میفروشین و دوا را مگه به شکل شما بفروشین مشکلات جور میکنه ای بچه خاطر تو میتی از این وظیفه چرا کم میکنی از این کار پازی چرا کم دیگه خودش مردم میگیره میکنی یک کس بر تو آمده که ما در جان چیز داریم تو میتی یا دکتر میتی اینجا یا فارماسیست است کی است نه هیچ کس نیست خودش میفروشه کس که میه خودش اینجا مالی میبره مردم میخرن خودش مثل یک سیستم خارجی رو جور کرده خارج که جور شده دکتر خارج که جور شده این خود چیز دکتر موجود است در سوپرمارکت یا کسی است یک نقصه را میاره اینجا پیش روی مثال دکتر است اونجا میاد در سوپرمارکت هست مثل یک دواخانه جور شده یک دکتر است همونطور خود نمیاد که هر کس میاد یعنی چی فرق میکنه ما برات پرسان که کلش مارکت بر ما جواب بده دا رقم سرکو د دې څخه ټول دوا لیسکو ټول دوا جن ټول وو او د اداره تسپارو رهبری شورا چهار کم فیصله وکړه ته باغی سزا وکړي را پاینده کې بری داشي مطلق نه خرڅیدا خو کتان د خو وصل ته جواب ورکوم میتونن ملتی ویتامین ها منرال ها را
به این شکل به فروش برسانه. بیشتر یک از دوستای شما گفتن که در کشورهای پیشرفته در کشورهای خارجی مروج است، از خاطر ما میفروشیم. اولشان عرض کردم که افغانستان به اون سطح نرسیده، اونقدر سطح آگاهی مردم، سطح دانش مردم، سطح سواد مردم اونقدر بالا نیست که دوا در سوپرمارکت و در بالاخره در جایی که مواد غذایی فروخته میشن به شکل علنی گذاشته شون و به دسترس هر کس قرار بگیرن. در پولی از بعضی اقلام دیگه هم اینجا ما دیدیم مثل آنالژزیکا بسیار با دوز بلند، مثلا بروفین 600 پوره اگر هر کس به شکل خودسر بگیرن. بیشتر عرض کردم که زیاد مشکلات به وجود میاره و میشه دوایی که و بعضی محصولاتی که به خاطر تقویت جنسی استفاده میشن. شما قبلا از این پروسه آگاهی نداشتین که این قسم محصولات و این قسم دواها را نباید در بین غذاها علنا شما بفروشید؟ قبلا ما از این پروسه خبر هم نداشتیم از وزارت صحت یا کنترل مواد دوایی که کسی برای ما حضورم پیدا نکردن، نگفتن برای ما که شما اجازه ندارین قسم دوا را سودا کنین. خب شما خودتان چه فکر میکنن؟ اگر شما به جای یک هموطن ما قرار بگیرین و به این شکل شما یک جای برین به شکل خودسر هر چیزی که شما بخواین در اختیارتان قرار داده شود، این زیاد غیر مسئولانه نیست؟ درست است، غیر مسئولانه است، مگر از ما اگر یک دو سه قلم آنالژزیک یا پینکیلر باشه برای درد باشه دیگه عموما مولتی ویتامین است، سپلمنت است که هیچ کدام موارد جانبی نداره، هیچ کدام نقص نداره. این سپلمنت ها هر کس میتونه بگیره سپلمنت ها. بیشتر عرض کردم در سپلمنت تان ما مشکل نداریم، لیکن سپلمنت هم نباید به شکل علنی فروخته شن، چون سپلمنت هم تایی که یک نفر معلوم نشه که آیا بدنش نیاز به داره که مولتی ویتامین، کمبود ویتامین ها و کمبود منرال ها داره یا نداره. یعنی بعد از اینکه تشخیص لابراتوری صورت بگیره بعد از او دکتر اجازه میده که تو سپلمنت بگیری. درست. یعنی هر کس به شکل بی‌رویه نمیتونه سپلمنت بگیره. و از طرف دیگه شما گفتن پنکلر مشکل نداره، حالی که نه من نگفتم، گفتم سپلمنت ها رو گفتم. درباره دواها و محصولات جنسی چی میگن؟ اینا رو به چی گفته شما میفروشید؟ یا جنسی نیستن یا کلشون مسئله هستن، محجون هستن یا کدام دوائی؟ چه هدف مردم استفاده؟ مردم بخاطر تقویت است اینا، بخاطر تقویت حافظه است یا کدام دوائی چی نیستن، کدام تابلت باشه یا کدام دوائی چی باشه غیر قانونی باشه چی باشه. بیشتر عرض کردم به نام عسل گفته، به نام معجون گفته. بله. و به نام‌های از اینکه احساس خوشی برای شما میدن، غم دور میکنن. این هم میشه بالاخره بهانه‌هایی هستن که زیر از نام از این بهانه‌ها دواهای مختلف برای مردم امروزه وارد میشن، برشان داده میشن. امروز ما این دوا رو جمع میکنیم و من بعد شما کوشش بکنین که به این شکل علنی بعد از این هیچ دوایی را درست است. معلومه است که اداره دوا و غذا باید اقلا برای ما قبلا میگفتن که مثلا شما این دوا رو حق ندارین سودا کنین، اجازه ندارین سودا کنین، یک لایق چی برای ما میآوردن میگفتن یک قسمی اگر یک بیگ مثلا کل دوای ما رو جمع کنن که برای ما تمام گزاف هستی. اگر ما قبلا ما خبر می‌داشتیم برای ما گفته میشد که قسم دوا رو شما حق ندارین سودا کنین و داینده سودا نکنین، ما میره کم کم چی بکنیم نمیآوردیم دیگه سودا نمیکنیم. مرز من بود که یک کس که یک کاروبار شروع میکنن پیش از این کاروبار خود شروع بکنن از تمام جنبه قانونی خود آگاه میشن. شما که برای در بخش دوا پول مصرف کرده بودین و این دوا را خریداری کردین، پیش از او باید این آگاهی را باید پیدا میکردیم که آیا ما اجازه داریم در بین سوپرمارکت خود هر دوایی را که دل ما شما ما به فروش برسانیم، یا ای که یک ارگانی هست یک اداره هستند باید از او اجازه نامه باید داشته باشیم و تحت کدام شرایط تحت کدام اصول ما میتونیم کدام اقلام ما در سوپرمارکت خود به فروش برسانیم. و مثل که بیشتر عرض کردم دواهایی را که معمولا ما جمع میکنیم کمیته مشخص داده در افغانستان است، کمیته باز فیصله میکنن که حق از را باید چیکار. بعض مولتی ویتامین ها و بعض منرال ها هم در بینش هستن، لیکن مثلا یعنی قلمی هم که پیش رئیس صاحب هستن ایبوپروفین هستن 400 باشن 600 میلی گرم هستن، این دوز بسیار بلند هستن و معمولا اگر بروفین به شکل خودسر و دوامدار استفاده شن منیس دوای درد بدون شک یک از آرزوهای بزرگش همی هستن که سبب امراض قلبی میشن خصوصا در کهنسالا و مردم عام است بینشان که اگر پرستامول تا یک حد و قدر زیاد تاثیرگذار نبود مردم افغانستان به این عادت کردن که باید دوز بالاترش بگیرن و بروفین 400 حالتهای
شدید داده میشن. در صورتی که مثلا یک از دامدار بروفین 600 استفاده کنه بدون شک مشکلات ایجاد میکنن که هم از دوایشان انشالله جمع آوری خواهد شد. ما به اداره انتقال میدیم و بعد از او باز کمیسیون کمیته که در اداره هستن اونا فیصله میکنن. با تیم های نظارت ما در پلیسی که از طرف روز بلکه از طرف شب اونا کنترل دارن، گزمه دارن. همکارای ساوی و همکارای محلی هم ما داریم که وقت ناخ با اداره همکاری میکنن و خود همکارای ما هم زمانی که اونا به قسم چون بخش غذای اداره دوا غذای افغانستان تازه فعال شدن و همکارای بخش غذای ما زمانی که سوپرمارکت‌های بزرگ اونا میرن و نظارت میکنن به قسم غذای اونا روبرو شدن که خوشبختانه دیروز راپورش از این سوپرمارکت‌ها به رئیس صاحب آمدن. امروز ما خواستیم از اینا کنترل داشته باشم. نه هیڅ جواز نه لري دی فعلا کوم جواز نه لري یو ویلا جواب هم نسو کولای هر یو وای پلانکی روان دي پستانکی روان دي اوس کچيري موږ د الته ادارې ته ولاړ شي شاید تعود ځنی واخلي دوا برته ورکې خپل مرجته کې دوه ماري بیا داسې کړنه تر سره کړله د سوپرمارکټ بنديږي مستقیما محکمې ته معرفي کیږي چې فعلا شاید څو ورځې بعد تاسو وارو چې نن یو کس محکمې ته معرفي شو